اولین تکنیکی که میخوام بهتون بگم تکنیک آغاز قدرتمنده. یعنی زمانی که من میخوام با دیگری تعاملی رو شروع بکنم، از این تکنیک استفاده میکنم تا قدرت خودم رو به طرف مقابلم اثبات کنم. الزاما نمیخوایم اون رو از راه به در کنیم، الزاما نمیخوایم ورودی بکنیم که احساس بکنه الان خطری قرار منو تهدید بکنه. قرار نیست ما اون رو در هم بشکنیم، قرار ما رو پرصلابت و پرقدرت ببینه. قرار زمانی که شروع میکنیم به صحبت کردن، به ارتباط گرفتن، به حرف زدن یا هر موضوعی از این دست، حتما حواسمون به این باشه که ما باید قدرتمند دیده بشیم. قدرتمند بودن به معنای این نیست که الزاماً بخوایم حال دیگری رو بگیریم یا یک جوری برخورد بکنیم که احساس ترس بکنه از ما. نه، قدرتمند بودن یعنی این که احساس بکنه طرف مقابل رو میشه روش حساب کرد. این فرد همون فردی که دقیقاً میدونه میخواد چیکار بکنه. پس بنابراین نکته‌ای که باید حواسمون بهش باشه اینه که اگر ما قرار شروع بکنیم باید خیلی سترگ و محکم بایستیم جلو طرف، خوب صحبت بکنیم، حرفای اثرگذار بزنیم و ما رو به عنوان یک کاراکتر و شخصیت خیلی قوی ببینه که بتونه رومون حساب باز کنه. دومین تکنیکی خیلی به دردتون میخوره تکنیک من پیش از توه. یعنی زمانی که من میخوام با فردی تعامل داشته باشم، میخوام یه جورایی به اون ثابت بکنم، اون حالیش بکنم که آقا قبل از تو هم من این کار رو خوب انجام میدادم، من بدون تو هم این کار رو خوب جمع میکنم، من تا همین دیروز هم داشتم این کار رو بارها انجام میدادم. این موضوع به خاطر اینه که احساس بکنه آنقدر هم من و شما بهش نیاز نداریم. پس اگر یه زمانی خواست اصطلاحاً تاقچه بالا بذاره، حواسش رو جمع میکنه. پس تکنیک من پیش از تو بیشتر به این میپردازه که من به گونه‌ای رفتار بکنم که افراد احساس نکنن خیلی هم جایی خبریه، احساس بکنن اگر ما رو از دست بدن احتمالاً شرایط عوض میشه. تکنیک بعدی دقیقاً مکمل همین تکنیکه. اون تکنیک رو حالا با هم میریم جلو تا دقیقاً متوجه بشید منظور من چی هست. تکنیک سوم تکنیک من با توه. یعنی توی تکنیک قبلی من میومدم به این میپرداختم که من قبل از تو، پیش از تو کارام رو روال بوده، نیاز خاصی هم با تو ندارم. توی این تکنیک دقیقاً میایم برعکس این موضوع عمل میکنیم. میگیم من با تو میتونم این موضوع بهتر پیش ببرم، من به کمک تو، به واسطه حضور تو، به واسطه حمایت تو میتونم نتایج بهتری بگیرم، یا من با تو میتونیم این نتایج فوق‌العاده و مشترک رو حاصل بکنیم. پس منافع ما میتونه دابلیکیت بشه، درآمد ما میتونه بیشتر بشه، حضور و اثر ما میتونه بهتر بشه و در نهایت من و تو با هم میتونیم مترقی‌تر نتیجه بگیریم. تکنیک چهارم تکنیک من پس از توه. یعنی من بعد از اینکه کارم با تو تموم شد تو رو رها نمی‌کنم، حمایت من رو از دست نخواهی داد. من بعد از تو همه چیز برام سخت خواهد شد یا همه چیز برای من روال خواهد شد. یه نکته خیلی ظریف اینجا داره، اینکه شما بخواید چه روشی رو پیاده سازی بکنید برمیگرده تو اون شرایطی که دارید. چند تا مثال براتون میزنم کامل موضوع روشن بشه. فرض بکنید من نوعی میخوام یک کاری رو با شما انجام بدم یا یک کاری رو با شما مشارکت داشتم و انجامش دادم. الان میخوام بگم من بعد از تو شرایطم ایدئال نخواهد بود، تو رو خدا منو رها نکن. از این تکنیک استفاده میکنم و میگم آقا من بعد از تو شرایط سختی خواهم داشت، من واقعا نمیدونم بعد از تو چیکار باید بکنم. این به خاطر اینکه طرف بمونه پیش ما و ما رو رها نکن. یه موقع است میخوایم بگیم نه، همچین تو بری هم اتفاق بدی نمیفته، اتفاقا خوبه. چرا؟ چون من بهش خیلی فکر کردم، من بعد از تو احتمالاً مثلا اینجا رو دیزاینش رو عوض خواهم کرد، یه مقدار مثلا فرض بکنید اساسای به درد نخور رو رد خواهم کرد، اساسای جدید خواهم گرفت و موضوعاتی از این دست. نکته‌ای که وجود داره اینه که دقیقاً به طرف مقابل چه چیزی رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم بمون یا میخوایم بگیم اگرم رفتی اتفاق خاصی نمیفته. پس یادمون باشه تکنیک من پس از تو یکی از تکنیک هاییه که هم میتونه دافع باشه و هم میتونه جاذب باشه. پس نکته‌ای که خیلی درش دقت بکنید اینه که نظری که خودتون دارید و منفعتی که درش هست برای شما کدوم هست و چجوری دوست دارید بتونید نتایج بهتری بگیرید. یعنی افراد رو از خودتون دور کنید یا افراد به سمت خودتون بیارید. تکنیک تایید، تمجید و تحسین دیگران یکی از روش‌هایی که خیلی خوب جواب میده. فقط کافیه شما توی دیگران نقاط مثبت و نقاط خیلی قدرتمند رو پیدا کنید. موضوعاتی که میتونه شما رو تو دل اونها جا کنه.
اونجایی که من از شما تعریف میکنم، تحسین میکنم، تمجید میکنم از شما، حتی پشت سر شما حرفای خوب میزنم که احتمالاً به گوش شما میرسه، من دقیقاً به دنبال این هستم که خودم رو تو دل شما جا کنم. وقتی از دیدار شما مستفیض میشم، لذت میبرم، کیف میکنم، مشعوف میشم، به شما میگم، شما حس خیلی خوشایندی میگیرید. دقت بکنید توی این تکنیک چاپلوسی وجود نداره. هر آن چیزی که هست به صورت رنگی تر گفته و بیان میشه. پس بنابراین موقعی که من از قد شما صحبت میکنم که چقدر شما ماشاءالله قد خوبی دارید، چقدر خوش قد و بالا هستید، چقدر خوشپوش هستید، چقدر سیمای زیبایی دارید، چقدر خوش کلام هستید، یا چقدر نکته زیبایی گفتید، آفرین، چقدر منطقی هستید شما، چقدر احساسی هستید، چقدر لذت میبرم از معاشرت با شما، چقدر خوشبو هستید، چقدر امروز خوش‌تیپ‌تر شدید و موضوعاتی از این دست. پس بنابراین موقعی که دیگران رو تحسین میکنید و از چاپلوسی اونها فاصله میگیرید، توی دل دیگران خوب نفوذ میکنید. افراد شما رو بیشتر دوست دارن. هر چقدر این ستایشگری شما و اون تعریف و تمجید و تحسین شما بیشتر باشه، دیگران ارتباطات و تعاملاتشون رو با شما بهتر و بیشتر خواهند کرد. تکنیک شماره 6 دقیقاً مکمل تکنیک قبلی هست. توی تکنیک قبلی ما دیگران رو تمجید و تحسین می‌کردیم. توی این تکنیک ما به خاطر اینکه یادآوری بکنیم چه فردی هستیم، چه شخصیتی هستیم، چه روحیاتی داریم، چه کاراکتر اثرگذاری داریم، سعی می‌کنیم از اونها این موارد رو تاییدیه بگیریم. اخذ کنیم این موضوع. آقا نظر شما چیه؟ به نظر شما روحیات من چجوریه؟ یا ظاهر امروزم چطوره؟ یه سوال دارم ازتون، صدای من به نظرتون چطوره؟ یا توی این موضوع من یه همچین تصمیمی گرفتم، به نظر شما تصمیم عاقلانه‌ای بوده؟ یا من در اوج صداقت همچین تصمیمی گرفتم، یا همچین فکری کردم، یا با این نگاهی که به جهان خودم داشتم، روابط خودم داشتم، توی این محیطی که بودم، این تصمیمی که گرفتم، این گونه فکر کردم و تصمیم گیری کردم. آیا به نظر شما این موضوع درسته؟ دیگران زمانی که شما رو تحسین میکنن یا تمجید میکنن، مجبورن از قلبشون با شما صحبت بکنن، مجبورن از درونشون با شما صحبت بکنن. اونها اگر به دنبال این نباشن که به شما ضربه بزنن یا خدای نکرده شما رو کوچیک بکنن و حقیر بکنن، که احتمالاً اگر این کارو بکنن، داخل پرانتز، شما متوجه منظور اونها میشید، یک جورایی شما رو اومدن با تعریف و تمجید بالا بردن پیش خودشون، توی ذهنشون به شما جایگاه دادن، ولی یا اون ارزش به شما دادن. پس بنابراین وقتی از دیگران شما تاییدیه میگیرید، تمجید و تحسین میگیرید، یه جورایی اونها ناخواسته دارن شما رو ستایش میکنن و قطعاً کسی که شما رو ستایش میکنه هم در قلبش جا داری، هم روابط و تعاملاتش رو با تو بیشتر و بهتر خواهد کرد. تکنیک بعدی تکنیک قبولت دارمه که یه جورایی من به طرف مقابل میگم فلانی من همه جوره قبولت دارم، دقیقاً همون کاری که باید بکنی و بکن، یا دقیقاً میدونم تو تصمیمات درستی میگیری. این قبولت دارم سلب مسئولیت شما در مورد تعهدات اون فرد به شما نمیشه. یعنی این نیست که من بگم من شما رو قبول دارم پس نمیخواد چک بدی، نمیخواد قرارداد امضا کنی. من شما رو قبول دارم در تصمیم گیری، در روابط، در اینکه شما تو اون لحظه میخوای چیکار بکنی و اما داخل پرانتز اون گوشه حواستون به بحث مسئولیت طرف در مقابل تعهداتش باشه. فردا نیاد دبه بکنه میگه تو که گفتی قبولت دارم، من تصمیم گرفتم اینا رو برم خودسرانه بفروشم، من تصمیم گرفتم دیگه نیا، من تصمیم گرفتم این پولو به تو ندم. درست شد؟ پس من مشروط شما رو قبول دارم. حالا این قبولت دارم باعث میشه که آقا دایره ذهنی امنیت فردی نسبت به شما توی ذهن فرد بره بالاتر. به زبان ساده میشه این موقعی که شما میگی دیگری رو قبول داری، یعنی شما اون میزان شکی که به فرد داری آوردی پایین. آقا من قبولت دارم، خب شما خودت میتونی توی این کار تصمیم گیری بکنی، یا نه اصلا تو متخصصی، من تخصص تو رو خیلی قبول دارم، خودت تصمیم بگی و من هم مطیع تصمیم تو خواهم بود. در مقابل قبولت دارم دقیقاً در ادامه همین تکنیک شک دارم بهته. یعنی چی؟ یعنی من شک دارم تو بتونی این کار رو انجام بدی. فکر میکنی واقعا بتونی؟ شک دارم اونجوری که باید بتونی تصمیم بگیری. شک دارم تنهایی بتونی.
شک دارم اگر من کمکت نکنم نتیجه خوب باشه. شک دارم من اگر کمکت بکنم نتیجه خوب باشه. درست شد؟ پس بنابراین من از این کلمه شک دارم استفاده میکنم تا تمام شرایط رو هم واگذار نکنم. یا اصلا یه جاهایی میخوام بگم آقا من شک دارم اگه من بیام توی این موضوع به تو کمک بکنم میتونم کار تو رو خراب میکنم. پس اونجا که من میگم شک دارم در واقع یه جورایی میخوام بگم هنوز دو دلم. خودت میتونی تصمیم بگیری یا خودت مختاری که تصمیم بگیری یا من اصلا شک دارم که بشه این موضوع ازش استفاده کرد. در واقع من به واسطه تکنیک شک دارم میام دیگری رو مجبور میکنم تصمیمات بیشتری بگیره یا حتی پیشنهادات بهتری بده. مثال عرض میکنم، من مراجعه کردم به یک شرکت تبلیغاتی، میخوام کاتالوگ چاپ بکنم. یک فردی میاد میگه آقا من این کاتالوگ رو برای شما دیزاین کردم، طراحی کردم. من اونجا میگم آقا من شک دارم این کاتالوگ کافی باشه واسه ما. این معنیش نیست که کار تو رو قبول ندارم. من شک دارم این بتونه نیاز من رو برآورده کنه. اونجا این فرد مجبور پیشنهادهای بهتری بده. من پیشنهاد میکنم به جای مثلا 3 لت یا به قول خودمون 3 تا دونه تا 4 تا دونه تاش بکنیم. به جای یه بروشوری کاتالوگ بزنیم. اونجا پیشنهادایی که میتونه برای من داشته باشه میتونه مفید فایده تر باشه. پس بنابراین من میتونم بهتر منفعت ببرم. پس الزاما شک داشتن ما به یک موضوعی و گفتم به زیاد به فرد سمت فرد نرید، بیشتر سعی بکنید رو موضوع شک بکنید. بیشتر به خاطر اینکه فرد پیشنهاد بهتری بده و منافع بهتری برای من و شما حاصل بکنه. تکنیک شماره 8 به این موضوع اشاره میکنه که اگر تو بودی چی کار میکردی؟ زمانی که من یک تصمیم میخوام بگیرم هنوز یه دل نیستم اما نقطه نظر دیگری هم برای من مهمه، یا اینکه اصلا توی اون تعامل و توی اون ارتباطی که با اون فرد دارم که خودش هم دخیله و من باید تصمیم بگیرم، من از طرف مقابل هم میخوام که ورود بکنه. ازش به صراحت میپرسم فلانی اگه تو بودی چی کار میکردی؟ تو اگر جای من بودی چه حرکتی میکردی؟ به نظر چه ایده‌ای میتونست خوب باشه؟ به نظر چه جوری میتونستم از این گذار عبور بکنم و موضوعاتی از این دست. پس بنابراین تکنیک اگر تو بودی چی کار میکردی طرف رو یا شخص مخاطب شما رو وارد موضوع و جریان شما میکنه که اون هم نظر بده، اون هم مشارکت بکنه و اون هم وارد بشه و نقطه نظرات خودش رو به ما ارائه بده. تکنیک شماره 9 تکنیک ای کاش هست. زمانی که من نوعی میخوام از دیگری درخواستی بکنم و دوست دارم بیشتر از اون چیزی که الان دریافت کردم رو دریافت بکنم. مثال میزنم، مثلا من به شما میگم ای کاش میشد که مثلا این موضوع سریعتر انجام بدید. ای کاش اگه بشه مثلا شما به من نه نگید. ای کاش بشه شما مثلا توی این موضوع حجم یا تعداد بیشتری به من تحویل بدید. ای کاش ای کاش ای کاش. این ای کاشه چون برمیگرده به اون نهاد درونی من و شما و یه جورایی آهه، یه جورایی آرزوه، آماله. به دنبال این هست که اگه میشد اینجوری خوب میشد. یادمون باشه دیگران به دنبال این هستن که سعی بکنن رضایت افراد رو حاصل بکنن. افراد دوست دارن دل دیگران رو به دست بیارن. پس بنابراین دیگران نسبت به اون ای کاش های ما به این راحتی نه نمیگن. این تکنیک میتونه خیلی جا بهتون کمک بکنه. جایی که میخواد بیشتر دریافت بکنید. ای کاش بشه شما مثلا فرض بکنید این موضوع سریعتر انجام بدید. ای کاش اگه بشه از این موضوع گذر بکنید، این پول رو مثلا از من نگیرید. ای کاش بشه که گذشت بکنید. ای کاش بشه که فلان. این ای کاشه خیلی قدرت داره. تکنیک شماره 10 اشاره میکنه به جداسازی از گله. اگر دقت کرده باشید توی آفریقا وقتی که این گله های شیر به دنبال گله های مثلا حالا بوفالو، گورخر یا موضوعاتی از این دست هستن، حالا بگیم غزال قشنگتره، به دنبال اونها هستن، همه رو دنبال میکنن ولی یکی از اونها رو جدا میکنن و اون رو توی تنگنا قرار میدن و روی اون یه دونه کار میکنن. همون یه دونه رو تحت تعقیب قرار میدن و میگیرنش. پس اگر شما میخواید توی تکنیک ها به موفقیت برسید، از این تکنیک ویژه میتونید استفاده بکنید. ببینید نظر کی توی اون جمع خاص‌تره، یا چه کسی تصمیم گیرنده نهاییه، چه کسی اثرگذاره، چه کسی مغز کله، چه کسی اصلا همه چیز دست اونه، رئیسه. اونو پیدا بکنید. یادمون باشه موقعی که یک فردی رو یا یک موضوعی رو از گله جدا کردید، راحت تر میتونید روش کار بکنید.
فرض بکنید من بین 4-5 نفر گیر افتادم، توی یک جلسه رفتم، همه دارن چپ و راست منو میکوبن و من نشستم اونجا باید تسلیم بشم. اصلا اونها این جمع رو درست کردن که به من سیطره پیدا بکنن، به من تسلط پیدا بکنن. اما اگر من تونستم این کار انجام بدم، خیلی قشنگتر اینه که من بیام بگم خب آقای فلانی اگه اجازه بدید من فردا ساعت 4 میرسم حضور شخص شما و این موضوعشون بین من و شما بوده، این موضوع کاملا شخصی بین خودمون حلش بکنیم. یا آقای فلانی اگه میشه چند دقیقه بیاید بیرون، من یه عرض خصوصی با شما دارم. فرد رو از گله جدا میکنم، از اون جمع جدا میکنم و اونجا شروع میکنم با این ادبیات که آقای فلانی این موضوع یا مسئله بین من و شما بوده، پس بذار خودمون با هم حلش بکنیم. زیاد به دنبال این نباشیم که حالا این قضیه رو بستش بدیم. حالا دیگران هم لطف دارن، به ما از سر دلسوزی دارن این کارو میکنن، ولی واقعیت اینه که شما شرایط منو میدونستید، منم شرایط شما رو میدونستم، با هم یک توافق کردیم، الان باید با هم تصمیم بگیریم. مثل اینه که منم برم 10 نفر و 5 نفر و 3 نفر با خودم همراه بکنم و عملاً اونها یه سری نقطه نظر بدن که اصلا شاید این قضیه رو تازه به تشنج بکشونه. پس بنابراین پیشنهاد میکنم من و شما در این رابطه تصمیم بگیریم و به قول خودمون هر پیشنهاد یا هر توافقی داریم با هم به توافق برسیم. پس نکته‌ای که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه جدا کردن افراد یا موضوعات از گله است. تکنیک شماره 11 تکنیک بلا نسبت شماست. یه جورایی من میخوام حرفمو به شما بزنم، میخوام دو پهلو صحبت بکنم ولی نمیخوام شما ناراحت بشید. میام چی میگم بلا نسبت شما آقا یه مشتری داشتیم با این مشخصات، این شکلی بود. آقا بلا نسبت شما یک فردی اومده بود این کار رو انجام داده بود. بلا نسبت شما یه سری مشتری‌ها میان این مدلی ان، یه سری افراد هستن این مدلی ان. یا فلان این شما رو که ماشاءاللهتون باشه خیلی خوب هستید، شما خیلی سطح بالا هستید. یه سری مثلا افراد هستن این مدلی ان. این بلا نسبت شما یه جورایی فرد رو جدا میکنه و توی اون باکسی که شما میخواید میذاره. باکسی که میگه شخصیت داری، منش داری، معرفت داری و اصلا آدم خاصی هستی. پس تو شبیه دیگران نیستی، پس تو نباید شبیه دیگران هم رفتار کنی. تو باید به همون سطحی که ارزشمندی، خاص هستی، والا هستی رفتار بکنی. پس یه جورایی هم فرد رو میبریم بالا و دیگران رو سطح پایین نشون میدیم و میگیم اگر دوست داری بیای جزء اینها، اونها هم شما شامل اون رفتارها میشید و عملا ذهنیت من نسبت به اون افراد انقدر سطح پایینه، اما شما تو چشم من خیلی بالا هستید. بلا نسبت شما یه سری افراد هستن این مدلی، اما شما ماشاءالله منش دارید، والایی، آدم با احترامی هستید، آدم سطح بالایی هستید، آدم با کلاسی هستید و اصلا حساب شما با بقیه فرق داره. احتمالا توی ویدیوهای خارجی دیدید موقعی که یک مادری میخواد به یک بچه غذا بده و بچه نمیخوره، مادر اون غذا رو با قاشق به عروسک اون بچه تعارف میکنه و به قول خودمون میخواد غذا بهش بده. خب عروسک هم بنده خدا نمیتونه بخوره دیگه و مادر شروع میکنه اون عروسک رو زدن که آقا این کار بدیه، چرا غذا نمیخوره. این بچه که رفتار مادر با عروسک رو میبینه متوجه میشه اگر غذا نخوره احتمالاً باید کتک رو میل کنه. نکته‌ای که خیلی کمک میکنه اینه که ما توی رفتارمون با دیگران بعضی وقتا لازم عروسک رو بزنیم. عروسک زدن در واقع چیه؟ در واقع اون موضوعیه یا اون فردیه که توی ماجرای اصلی نیست، اما برای اینکه دیگری یه مقدار حواسش رو جمع بکنه، یه مقدار خودش رو جمع و جور بکنه، یه کوچولو به قول خودمون دل بده به اون چیزی که ما میگیم، ما میاریمش توی این بازی. مثال میزنم، ما یه خاطره‌ای رو تعریف میکنیم. مثلا با یک فردی داریم تعامل میکنیم، میگیم آقا فلان اتفاق شده بود، فلانی همچین کاری کرده بود، آقا ما فلان کاری کردیم. یعنی یه جورایی داریم میگیم فلانی حواست جمع کن، ببین من با اون چیکار کردم. احتمال داره این داستان براش با هم پیش بیاد دیگه، حواست جمع کن. منظور تهدید نیست، منظور اینه که آقا من حواسم هست. مثال میزنم، مثلا یک فردی میخواد با شما قرارداد بنویسه، میگه آقا مثلا فلان موضوع اینجوری اونجوری فلان، شما یه جورایی میخوای بهش بگی آقا انقدر من بی حساب کتاب کار نمیکنم، من مقرراتی ام، من با قرارداد کار میکنم. چه صحبتی میکنید؟ بیا آقا من با آقای فلانی کار کردیم و فلان خیلی هم ما رو اذیت کرد، یا حتی میتونید اصلا اسم طرف هم نگید، با فلان شخص کار کردیم، با فلان نفر مثلا فلان شهرستان کار کردیم، قراردادم نداشت، فلان کار انجام داد. حالا ما که شما رو الان همه جوره قبول داریم، حالا احساس میکنم که میتونه بین ما و شما یک قراردادی باشه که خدا نکرده دوندگیایی که اون طرف انجام بدید دوره نخوایم اینجا انجام بدید. یا مثال عرض میکنم، بعضی مواقع لازمه که شما یک موضوعی رو بگید که طرف مقابل مقدار بیاد توی بازی شما، بیاد توی اون حرفای خودمون.
یعنی صحبتایی که میخواید بکنید میگید آقا مثلا من توی عالم دوستی، عالم رفاقت یه همچین رفتاری انجام میدم، این کار رو انجام میدم، اینجوریم. و عملا من حتی یکی از دوستای خیلی صمیمیم که مثلا هر هفته با هم میرفتیم یه همچین حرفی زد. این موضوع اصلا خط قرمز من خیلی ناراحت میشم و متاسفانه حتی من مجبور شدم این دوست رو بذارمش کنار. شما که ماشاءالله خیلی با وجناتید، خیلی با شخصیتید، ولی واقعا اون دوست من از اون موضوع که گفت هنوز این مسئله تو ذهن من مونده و من خیلی درگیر شدم با این قضیه و با اینکه من خیلی دوستش داشتم مجبور شدم بذارمش کنار. یه جورای دو پهلو داری بهش میگی فلانی حواست توی رفاقت با من جمع بکن. این موضوع میتونه به شما کمک بکنه تا افراد با شما همسو و همدل بشن. تئوری احتمالات یکی از موضوعاتی که میتونه به شما خیلی کمک بکنه تا شما بتونید روی موضوعات مختلف اثر بذارید. مثال عرض میکنم، شما دقیقاً نمیدونید توی یک بحثی چی میخواید. به دنبال موضوعات مختلف هستید، افراد دارن پیشنهادهای خاص خودشون رو میدن، نظراتشون رو میگن و شما میخواید تمام گزینه‌ها رو بررسی کنید. از این تکنیک میتونید خیلی راحت استفاده بکنید. یعنی بیاید بگید آقا یک سری احتمال من به قول خودمون دارم که این احتمالات میتونه کمک بکنه این مسیر حل بشه یا خدای نکرده مسئله گیر بکنه. مثال میزنم، احتمال داره آقا مثلا مشتری پولشو پرداخت نکنه، احتمال داره بار دیر و زود بشه، احتمال داره تولید مسئله پیدا کنه، احتمال داره آقای فلانی این تاییدیه رو به ما نده، احتمال داره. اون احتمالاتی که بیان میکنید در از تمام اون کوچه ها و پس کوچه ها رو باز و میبنده. در واقع شما میاد تعریف میکنید آقا به واسطه این احتمالات اینقدر مخاطرات، اینقدر ریسک ها، اینقدر پاداش ها و اینقدر سودها در انتظار ماست. میتونه برای ما فرصت بشه، میتونه برای ما عارضه بشه. پس بنابراین ما باید حواسمون رو به همه موضوعات جمع کنیم. این تکنیک به واسطه این طراحی شده که شما بتونید از مناظر مختلف به موضوع نگاه کنید و چشم و گوش افراد مقابلتون رو هم باز بکنید که آقا این همه احتمال وجود داره. اما یادتون باشه تئوری احتمالات قرار نیست شما رو بدبین بکنه، قرار نیست شما رو شکاک جلوه بده، قراره به شما این فرصت رو بده تا بتونید تمام احتمالات رو در نظر بگیرید. میگن فردی توی بازار روی یک سکوی ایستاده بود و به مردم میگفتش که اینجایی که من ایستادم دقیقاً مرکز زمین. خیلی از افراد میگفتن آقا رو چه حسابی تو داری میگی؟ حساب کردی، متر کردی، چجوریه؟ میگفت دقیقاً جایی که من ایستادم مرکز زمینه و اگه میگی نه اثباتش کن که نه. نکته خیلی حائز اهمیت اینه که من ادعایی رو میکنم و از طرف مقابل میخوام اثباتش کنم. یادمون باشه وقتی شما هر جا توی دادگاه، توی یک جلسه‌ای، هر جا که بخواهید ادعایی داشته باشید نسبت به موضوعی، این شمایی که باید اثباتش کنید. اما توی این تکنیک دقیقاً برعکس ما عمل میکنیم. این دقیقاً من یک ادعایی میکنم و از شما میخوام اثباتش کنید. این موضوع زمانی میتونه به کمک شما بیاد که شما ادله اثبات زیادی ندارید یا اصطلاحاً شما رو گیر انداختن توی یک موضوعی، گذاشتنت کنار دیوار، همینجور دارن به شما مشت میزنن. این تکنیک میتونه شما کمک بکنه. یه جورایی فرار رو به جلو هست. یه جورایی به شما این فرصت رو میده بیشتر فکر بکنید، منطق بیشتری به خرج بدید و فرصت بکنید از دیگران یا از موضوعات دیگه استفاده بکنید تا بتونید خودتون از این جهنمی که براتون درست شده فراری بدید. پس بنابراین تکنیک ادعا کردن یا من ادعا میکنم ولی شما باید اثباتش بکنید میتونه به شما کمک بکنه تا شما بتونی گریز بزنی از اون شرایط خیلی بدی که برای شما فراهم شده. تکنیک آب گل‌آلود یکی از تکنیک‌های قدیمی هست که خیلی افراد ازش استفاده میکنن. اما روش اصولی استفاده از این تکنیک چی؟ زمانی که اصطلاحاً میگن فلانی آب رو گل‌آلود کرد و ماهی خودش رو گرفت، در واقع یعنی که من اومدم شرایط رو به گونه‌ای پیش بردم، شرایط رو جوری عوض کردم که هر کسی نتونه نتیجه بگیره، اما خودم که میدونم چی کار کردم بهترین نتایج از اون فرصت‌ها میگیرم. در واقع تکنیک آب رو گل کردن برای این استفاده میشه که من زمانی که واقعا سردرگمم یا گیجم یا مبهوتم، نمیدونم میخوام چیکار بکنم،
اجازه نمیدم دیگران هم منافعشون رو فعلا ببرن تا بتونم منافع فرصتی خودم رو استفاده بکنم. پس بنابراین زمانی شما از این تکنیک استفاده میکنید که شرایط زیاد به نفع شما نیست و دیگران هم آماده بهره برداری از اون فرصت هان. این تکنیک به شما کمک میکنه شما بتونید سریعتر از دیگران منافع فوق‌العاده عالی رو برای خودتون رقم بزنید. تکنیک شترمرغ یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده زیبایی هست که خیلی در موردش شنیدید. اما این تکنیک چجوری عمل میکنه؟ تکنیک شترمرغ در واقع این مدلی رفتار میکنه. به شترمرغ میگن بار ببر، میگه مرغم، میگن تخم بذار، میگه شترم. دقیقاً این تکنیک مال زمانیه که من میخوام یه جورایی سفسطه بکنم، میخوام با جیم زدن سر یک موضوع بحث رو عوض بکنم یا سویچ بکنم روی مسئله دیگه. زمانی که من نمیخوام زیر بار یک موضوع برم، زمانی که احساس میکنم دارن به من ستم میکنن، دارن به من فشار میارن، زمانی که احساس میکنم دارن به من سلطه‌گری میکنن، پس بنابراین من میتونم از تکنیک شترمرغ استفاده بکنم. زمانی که باید زیر بار یک موضوعی برم، من نمیپذیرم، میگم نه من اصلا استانداردام این نیست، من بیشتر فلان استانداردو دارم، بیشتر به این موضوع گرایش دارم. زمانی که اون موضوع ازم میخوان دوره سویچ میکنم، میگم فعلا باب میلم نیست، نه زیاد تو این موضوع الان علاقه ندارم رفتار بکنم، و اگر این مدلی بشه من بیشتر راضیم، یا اصلا استاندارد من اون موضوعه. این موضوع خیلی 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 شما باید درش ظریف عمل بکنید. چرا؟ چون اگر ظریف عمل نکنید شما رو به عنوان یه آدم به قول خودمون سطحی، یا آدم حتی خدای نکرده شیاد میبینن که احساس میکنن همینجور دارید از این شاخه به اون شاخه میپرید. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که عرض کردم خدمتتون، شما قرار ظلم ناپذیر باشید، شما قرار ستم ناپذیر باشید، شما قرار تحت فشار قرار نگیرید. پس اگر دارن به شما اجحاف میکنن، اگر دارن به شما ظلم میکنن یا فشاری رو به شما تحمیل میکنن، شما میتونید از این تکنیک استفاده کنید. تکنیک بعدی که میخوام خدمتتون بگم تکنیک همخنده هست. میگه افراد نسبت به کسایی که باهاشون گرایشات یکسان دارن، توی تصمیم گیری، توی رفتار، توی گفتار، سعی میکنن افراد شبیه به خودشون رو با خودشون خیلی عجین بکنن. یعنی توی روش هاشون، توی رفتارهاشون، توی تصمیم گیری هاشون بیشتر کسایی که با خودشون شبیه هستن رو با خودشون عجین بکنن و بیشتر با اونها تعامل میزنن. تکنیک همخنده یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده زیباست. میگه افراد دوست دارن با کسی که مثل خودشون به یک موضوع جالب و جذاب و خنده‌داری میخنده و لبخند میزنه باش احساس بهتری داشته باشن. اصولا من و شما افرادی که با ما تعامل بهتری دارن و شیرینی کلام دارن، آدمای بزلگویی هستن، آدمای خندانی هستن، آدمایی هستن که وقتی باشون صحبت میکنیم لبخند روی لب ما میارن، اعتماد بیشتری میکنیم، حمایت و همدلی بیشتری میکنید. پس بنابراین سعی بکنید، کاری بکنید که دیگران با شما بخندن، نه اینکه به شما یا شما به اونها بخندید، با شما بخندن. و سعی بکنیم از این شرایط خنده و لبخند و این آرامش فانی که ایجاد شده به نفع خودمون و طرف مقابل استفاده بکنیم تا بتونیم منظور خودمون به طرف مقابل بهتر برسونیم، تا بتونیم منافع مشترکی رو برای دو طرف حاصل بکنیم. تکنیک آینه یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده زیباست. این تکنیک میگه زمانی که نمیدونی چیکار بکنی، دقیقاً نگاه کن طرف مقابلت داره چی میگه، چه جوری رفتار میکنه، و هر جا احساس کردی که این آینه باید شکسته بشه، اونجا ازش خارج بشه. یعنی مثال عرض میکنم، شما توی جلسه داری با من صحبت میکنی، خیلی با آرامش تعامل ارتباط خیلی خوبی داری، منم سعی میکنم همین رفتار رو به صورت آینه‌ای به شما باز پس بدم. اما توی ادامه شما تصمیم میگیری روند رو عوض بکنی، یه مقدار منطقی تر و پرقدرت‌تر صحبت کنی، منم سویچ میکنم رو همون رفتار. شما تصمیم میگیری یه مقدار خشونت به خرج بدی، من اینجا تصمیم میگیرم از تکنیک آینه خارج بشم، یعنی آینه رو میشکنم و میام بیرون و من یک رفتار دیگه‌ای که انتخاب خودم هست رو لحاظ میکنم. پس بنابراین شما میتونید به واسطه تکنیک آینه به خاطر اینکه اثرگذاری بهتری داشته باشید، یا حداقل زمانی که ندونستید چیکار بکنید، بیایید و رفتار متقابل طرف رو کپی بکنید و طبق اون رفتار بکنید، میتونید از این تکنیک استفاده بکنید و دقیقاً نقطه گریزش هم اون زمانی که شما تصمیم گیرید این تکنیک رو بشکنید ازش خارج بشید. یادتون باشه تمام تکنیک ها میتونن میلیون ها تبصره داشته باشن، توی شرایط مختلف تفاوت بکنن و مهمتر از همه
اجباری در کارکرد هر کدوم از اونها نیست. پس شما هر موقع که خواستید میتونید ترمز دستی رو بکشید، یک جا متوقف بشید و از ماشین پیاده بشید. پس بنابراین تمام تکنیک ها هیچ کدوم آیه قرآن نیستن. پس به دنبال این باشید که بتونید بهترین نتایج رو بگیرید. پس هر کجا احساس کردید تکنیک میتونه مفید نباشه، میتونید از اون تکنیک خارج بشید. تکنیک گریز یکی از تکنیک هاییه که زمانی که شما توی یک مخمسه گیر افتادید یا واقعا نمیدونید باید چیکار کنید یا احساس میکنید یک سد جلوتون هست، به بنبست رسیدید و در اون تعاملی که دارید به مسئله خوردید یا اصلا بیش از این علاقه ندارید که جلو برید یا احساس میکنید تا همین الان هم خیلی اومدید جلو و تصمیم میگیرید که گریز بزنید، از اون نقطه دور بشید، از اون موضوع فاصله بگیرید، میتونید از این تکنیک استفاده بکنید. این تکنیک در واقع عوض کردن بحثه. شما در مورد این موضوع دارید صحبت میکنید، یه دفعه گریز میزنید به یک موضوع دیگه. مثال عرض میکنم، شما میگید آقا من الان مثلا توی تأخیر توی پرداخت دارم، طرف که میخواد بره روی بحث مثلا موضوع پرداخت، من یک موضوع دیگه رو پیش میکشم، میگم آقای فلانی بعد اگر من کالای زیاد فلان بخوام چه جوری عمل میکنید شما، یا اگر این تعداد من سفارش داشته باشم چیکار میکنم. یه جورایی بحث رو عوض میکنم. این پیچش ها و گریز ها به شما کمک میکنه تا شما بتونید از اون منطقه‌ای که براتون ناامن هست خارج بشید یا دور بشید یا موقتاً استاپ بشید و جلوتر نرید. پس این تکنیک میتونه به شما برای سویچ کردن و عوض کردن شرایط کمک میکنه. یکی از مطرح ترین تکنیک های مغلطه تکنیک بذارید من از شما یه سوال بپرسمه. در واقع من به جای اینکه به سوال شما پاسخ بدم به دنبال این هستم که شرایط رو عوض بکنم، چنج بکنم. درست شد؟ پس میام چیکار میکنم؟ به جای که من به سوال شما پاسخ بدم، من توی سوال شما یه سوال دیگه میپرسم. پس در واقع من در کنار اینکه باید به شما پاسخ بدم، پاسخ نمیدهم، در واقع شما رو ملزم میکنم به پاسخ دادن خودم. پس در واقع من چیکار میکنم؟ من به جای اینکه بیام سوال شما رو پاسخ بدم، بحث رو عوض میکنم. مثال عرض میکنم، شما میگید آقای دولتخواه شما تو این موضوع چجوری میخواید عمل بکنید؟ یا مثلا شما این موضوع رو تا کی برای ما انجام خواهید داد؟ میگم اجازه بدید من قبلش یه سوال دارم از شما. این موضوعی که شما فرمودید جالبه برای من، چون من دقیقاً باید بدونم شما چقدر زمان نیاز دارید، تا چقدر وقت میتونید مثلا به من فرصت بدید که این کار انجام بشه. یا اجازه بدید من قبلش یه سوال دیگه از شما بپرسم، شما چقدر بودجه برای این کار در نظر گرفتید و موضوعاتی از این دست. پس بنابراین من به سوال شما پاسخ نمیدم یا در واقع توی سوالی که میپرسم جواب طرف هم نهفته است. پس پاسخی که فرد به من خواهد داد در جواب سوال خودش هم خواهد بود. پس بنابراین من با پرسشگری در پرسش شما میرسم به جوابی که برای خودم مفیده و میتونه برای شما راهگشا باشه.